سلام. خب تا حالا با خودتون فکر کردین که ما واقعاً از کجا میفهمیم کیفیت مراقبت توی بیمارستان یا خانه سالمندان خوبه؟ یعنی چه دانشجوی پرستاری باشین که داره زیر کوه جزوه ها برای امتحان نهایی دست و پا میزنه، چه کسی که سلامتیش کاملاً به این سیستم گره خورده، این یه سوال خیلی حیاتیه. واقعاً کیفیت کار فقط به مهربونی و دلسوزی پرستار ربط داره؟ نه، قطعاً نه. یه سیستم خیلی دقیق، یکپارچه و کاملاً علمی پشت تمام این فرایند هاست. یه سری قوانین قدرتمند که در واقع قلب تپنده سیستم درمان محسوب میشن. به این بررسی جامع خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع مهم و تمام رمز و رازهای استانداردهای تخصصی یا همون اکسپرت استانداردها رو که کل چارچوب پرستاری آلمان رو هدایت میکنن کشف کنیم. ما دقیقاً روی همون چیزی تمرکز میکنیم که شما خواستین. همه چیز درباره این استانداردها، اینکه دقیقاً چی هستن و مهمتر از اون چه چیزهای دیگه‌ای رو حتما باید دربارشون بدونین تا درک کاملی از سیستم مراقبت داشته باشین. پس بیاین بدون معطلی شروع کنیم. مسیر امروزمون 5 تا ایستگاه داره. اول میبینیم استانداردهای تخصصی اصلاً چی هستن. بعد میریم سراغ 11 استاندارد ملی، تو قدم سوم چارچوب قانونیشون رو بررسی میکنیم، چهارم ممیزی کیفیت MDK رو داریم و در نهایت اجرای عملی این استانداردها. خب بخش اول، استانداردهای تخصصی دقیقاً چی هستن؟ بیاین پایه رو محکم بذاریم. ببینید به زبون ساده این استانداردها مثل یه جور دستورالعمل‌های طلایی ملی تو سیستم مراقبت و درمان میمونن. یه شبکه‌ای از خفن‌ترین متخصص و محقق‌ها به اسم DNQP اینا رو تحقیق و تدوین کردن تا خیالمون راحت باشه که در سراسر کشور حداقل‌های ایمنی و کیفیت رعایت میشه. یعنی اینطوری نیست که یکی از رو هوا یا صرفاً روی تجربه شخصیش چیزی نوشته باشه، کاملاً ریشه تو جدیدترین دستاوردهای علمی دارن. هدف نهاییشون چیه؟ اینکه فرقی نکنه شما شمال آلمان بستری هستین یا جنوب، اون کیفیت پایه مراقبت باید همه جا یکسان و کاملا تضمین شده باشه. راستش خیلی پیش میاد که افراد این دوتا مفهوم رو با هم قاطی میکنن. بیاین یه بار برای همیشه اینو روشن کنیم. استانداردهای مراقبتی محلی یا همون پلگ استاندارد در واقع یه سری دستورالعمل داخلی برای یک کلینیک خاص هستن. مثلا اینکه تو فلان بخش پانسمان چطور عوض بشه. اما در مقابل استانداردهای تخصصی یا اکسپرت استاندارد همونطور که گفتم مبنای کاملا ملی و علمی دارن، یعنی از بیرون به همه مراکز خط میدن و یه پایه سراسری برای اقدام حرفه‌ای هستن. این تفاوت خیلی کلیدیه و واقعا تو درک ساختار مراقبت بهتون کمک میکنه. میرسیم به بخش دوم، 11 استاندارد ملی. حالا این نقشه‌های جامع دقیقاً چه حوزه‌هایی از مراقبت رو پوشش میدن؟ تو سیستم پرستاری آلمان برای اینکه از بیماران محافظت بشه، طیف وسیعی از حوزه‌های حیاتی تنظیم شدن. ما درباره 11 مورد کلیدی صحبت می‌کنیم، از پیشگیری از زخم بستر و مدیریت ترخیص گرفته تا دردهای حاد و مزمن، پیشگیری از سقوط، کنترل ادرار، زخم‌های مزمن، مدیریت تغذیه، زایمان فیزیولوژیک، مدیریت ارتباط تو زوال عقل و حفظ تحرک. مثلا استاندارد پیشگیری از سقوط رو در نظر بگیرین. فقط این نیست که مواظب باشیم بیمار نیفته، بلکه باید محیطش دقیق ارزیابی بشه، داروهایی که باعث سرگیجه میشن چک بشن و حتی به خود بیمار آموزش داده بشه. این 11 تا واقعاً ستونهای اصلی کیفیت هستن و تک تک جزئیات روتین یه پرستار رو شکل میدن. خب، بخش سوم، چارچوب قانونی. اینجا دقیقاً جاییه که وزن و قدرت حقوقی و پنهان این استانداردها خودش رو نشون میده. یه اصطلاح حقوقی قلم به سلمبه تو آلمانی داریم به اسم نظریات کارشناسی پیشبینی شده یا همون Vorweggenommene Sachverständigengutachten. حالا معنیش چیه؟ خیلی ساده است. اگه کار یه پرستار یا مرکز درمانی به هر دلیلی به دادگاه بکشه، قاضی‌ها اصلا نیازی ندارن از صفر شروع به تحقیق کنن. اونا مستقیما همین استانداردهای تخصصی رو به عنوان معیار مطلق در نظر میگیرن تا تصمیم بگیرن آیا پرستارها کارشون رو بر اساس علم روز و درست انجام دادن یا نه. پس ببینید اینا فقط یه مشت پیشنهاد دوستانه یا متن دانشگاهی نیستن. تو صحن دادگاه اینا دقیقاً حکم قانون رو دارن. واسه همین نادیده گرفتن این استانداردها یا حتی تأخیر تو اجراشون اصلاً شوخی نیست. فقط بحث کار بیکیفیت نیست، این یه خطر حقوقی وحشتناک برای مدیران مراکز و خود پرستاراست.
اگه مرکزی خودش رو با این استانداردهای جدید آپدیت نکنه، یعنی داره مراقبتی رو ارائه میده که مال دهه‌های گذشته است. تو این شرایط اگه خدایی نکرده آسیبی به بیمار برسه، قانون کوتاه نمیاد و هیچ عذری رو نمیپذیره که این یعنی جریمه‌های سنگین و مسئولیت قانونی مستقیم برای اون مرکز. این ما رو میرسونه به بخش 4، ممیزی کیفیت MDK. خب، این قانون‌های سفت و سخت تو دنیای واقعی چطوری کنترل و اعمال میشن؟ به این چکلیست و فرم واقعی سازمان بازرسی پزشکی یا همون MDK دقت کنید. بازرس‌ها وقتی میان توی مرکز درمانی یا خانه سالمندان، خیلی راحت و کاملا تصادفی 2 تا از این استانداردهای تخصصی رو انتخاب میکنن. بعد پرونده بیماران رو زیر و رو میکنن، با پرسنل مصاحبه میکنن و مو به مو ارزیابی میکنن که آیا این استانداردها رعایت شدن یا نه. هیچ مرکزی، واقعا هیچ مرکزی نمیتونه حدس بزنه فردا کدوم استاندارد قراره چک بشه. واسه همین باید همیشه در بالاترین سطح آمادگی باشن. این نکته رو هم حتما باید بدونید، مخصوصا اگه تو بخش مراقبت‌های سرپایی یا خانگی کار میکنید. بازرس‌های MDK صراحتاً گفتن که برای انتخاب تصادفیشون بیشتر سراغ این 7 استاندارد میرن: زخم بستر، درد حاد، درد مزمن، سقوط، کنترل ادرار، زخم‌های مزمن و تغذیه. چرا؟ چون اینا رایج‌ترین و البته پرخطرترین مسائلی هستند که بیماران تو خونه باهاشون درگیرن. یعنی یه سرویس سرپایی باید همیشه تو تمام این 7 جبهه کاملا آماده و بروز باشه و مستنداتش هیچ نقصی نداشته باشه. و بالاخره بخش 5، اجرای عملی. اصلاً این قوانین ملی سختگیرانه چطور وارد روتین‌های روزمره یه مرکز میشن؟ تبدیل کردن این علم به عمل دقیقاً مثل یک قیف 3 مرحله‌ای میمونه. اول از همه سازمان DNQP اون مقاله علمی و ملی سنگین رو منتشر میکنه. تو قدم دوم تیم‌های تخصصی داخل همون مرکز دور هم جمع میشن تو جلساتی که بهش میگن حلقه‌های کیفیت یا کوالیتی سیرکل و شروع میکنن به بحث و تحلیل. و در نهایت تو مرحله سوم این قوانین رو با شرایط، امکانات و تجهیزات خاص خودشون کاملا تطبیق میدن و به عنوان یه دستورالعمل بومی سازی شده مینویسنش تو دفترچه راهنمای مدیریت کیفیت یا همون QM هاندبوک. اینطوریه که یه علم پیچیده تبدیل میشه به یه روتین ساده و قابل اجرا برای شیفت‌های کاری. اما یه لحظه صبر کنید. با وجود همه این استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های سخت، تخصص واقعی یه پرستار اینه که بتونه این قوانین رو برای وضعیت کاملاً منحصر به فرد هر بیمار تطبیق بده. یه برنامه استاندارد فقط مسیر کلی رو بهمون نشون میده، اما هیچ وقت جای یه برنامه‌ریزی فردی رو نمیگیره. شما نمیتونین واسه 2 تا بیمار مختلف که خطر سقوط دارن دقیقاً یه نسخه مشابه بپیچین، چون شرایط فیزیکی، روانی و محیطیشون با هم متفاوته. استانداردها پایه و اساس کار هستن، ولی مراقبت واقعی انعطاف پذیر و انسان محوره. و این دقیقاً همون سوالیه که میخوام امروز تو ذهنتون ایجاد کنم و باهاش ازتون خداحافظی کنم. با وجود تمام این ساختارها، آیا واقعاً طرحهای ملی به تنهایی میتونن یه مراقبت بی‌نقص رو تضمین کنن؟ یا اینکه جادوی واقعی کیفیت تو دستای پرستاراییه که این علم رو با شفقت، هنر و شناخت فردی از بیمار ترکیب میکنن؟ امیدوارم این بررسی بهتون کمک کرده باشه تا این سیستم پیچیده رو خیلی عمیق‌تر درک کنین و بدونین فراتر از استانداردهای مکتوب واقعاً چه خبره. تا بررسی بقیه کنجکاو بمونین.